حالا میریم سر سایه‌اش. سایه‌ای که قرار شد بزنیم سایه چی بود؟ عروسک. خب الان من نگاه میکنم، هم اولش هم نگاه کردم موجای خودش سقوط آزاد نیست، یه خود فر داره. خب اگر مشتریتون حساس بود، بعد از اینکه کرم پودرتون رو زدین، قبل از اینکه خشک کنین برش فرموژه رو بزنید، چون مشتری‌ها اکثرا ممکنه موقعی که می‌خواید فرموژه بزنید براشون یه کوچولو اشکی بشن. ولی ایشون نگاه کردن موژه‌هاشون خیلی سقوط آزاد نبود، خیلی احتیاج به فرموژه آنچنانی نداره، میتونید تو این مرحله بزنید، میتونید تو مرحله‌ای که قرار موژه بچسبونید بزنید، زیاد فرقی نمی‌کنه. برای سایه عروسکی اولین کاری که من میکنم داخل چشمش رو یه خط سفید میندازم با مداد 2 سر کیکو. از اون سر شما استفاده میکنید؟ اصلا به کار میاد؟ نه. سرش چه شکلیه؟ نقره طلاییه بیشه. خب سر مردم رو تمیز میکنم با یه براش سرتخت میکنم، یه براش سرتختی که تمیز باشه بردارم و شروع کنم به رنگ دادن به بالا. نگاه کن برای که یه پرده خشک برمیدارم بالا. نگاه کن شروع کنم داخل چشمش رو روشن. این سایه اسمش سایه عروسکیه. اگر از رنگ‌های تیره براش استفاده بشه میشه سایه عربی. خود مدادی چرا داخل چشم نمی‌کشی؟ میتونی بکشی. در حال اگه قرار باشه واسه هر مشتری من مداد داخل چشمش بکشم، داخل چشمشه بچه، بیرون چشمش که نیست. سعی کنیم زیاد کارهای ریسکی نکنیم. اون اومدیم چشمش اذیت شد. حالا یه چشمی یه خاصیت داره، یه چشم دیگه یه خاصیت دیگه. یه وقتی میبینی فردا چشمش یه مشکلی براش ایجاد میشه. سعی کنید مستقیم کار انجام ندید، بهتره. با براشتون انجام بدید. یه براشه که تمیز باشه. من الان تمام براشام شسته است. از براشایی که استفاده می‌کنید 100% ضدعفونی کنید، بشورید، تمیز کنید، برای شخص بعدی می‌خواید استفاده کنید. یا از براشایی مثلا نوتری استفاده کنید که اگه برای این از این استفاده کردی رنگیه، برای بعدی یا بشور تمیزش کنی، از یه براشی که هنوز استفاده نشده استفاده کنید، عقب شسته شده. هم دقیقا میتونید با دستمال مرطوب دستتون باشه و تمیزش کنید. الان کیکو زیر چشمشون هم زدی؟ بن موجش زدم. حتی بن موجش رو هم سفید کردم بچه. برای درشت کردن زیر چشمش حتی بن موجش رو هم سفید کردم. موقعی هم که میخوام ریمل بزنم بن موجش رو ریمل نمیزنم، فقط لبه های پایینش. گوشه خارجی بیرون چشمش رو یه کوچولو از چشم خودش بیشتر ادامه میدم. در نهایت یک بار دیگه نوع تمدید میکنیم.
دو حالت داره، میتونید از بالا شروع کنید، میتونید از پایین شروع کنید. من تو ورکشاپ قبلی برای این بچه ها از بالا شروع کردم، توی این ورکشاپ میخوام از پایین برم. یه کوچولو پد برمیدارید و آغشته میکنید به پودرتون و اینجا رو خط میندازید. برای اینکه اگر ریزه ها و گرده های سایتون ریخت، کارتون کثیف نکنید. میتونید از بیس چرب استفاده کنید، میتونید از مداد استفاده کنید، میتونید از سایه استفاده کنید، به خودتون بستگی داره. من امروز با مداد براتون خب خطم رو با مدادم میندازم بالا، نگاه کن، زیر همون خط سفیدم میندازم به شیب دلخواه خودم واسه سایه. قوس دادیم. آره این میشه خط راهنمای سایه من. چک میکنم جفت باشن. بشین ببینم، چک میکنم، مرتب نگاش میکنم ببینم که 100% جفت باشه. من همیشه رنگ آجوری استفاده میکنم، ولی الان آجوری نبود، رنگ زرشکی استفاده کردم. البته فرق چندانی هم نداره. با یه قلم زبون گربه‌ای ظریف شروع کنم لباش رو فکر. میتونید بچه‌ها بیس چرب استفاده کنید. بعد از اینکه زدین با سایه خشکش کنید. اگر هم که میترسین که چربی کنترلش براتون سخت باشه، اصلا این مدادم میتونید استفاده کنید، فرق نمیکنه. من براتون چون کمتر با مداد کار میکنن، اکثرا با بیس ها کار میکنن یا با سایه کار کنن، با مداد براتون کار کردم که ببینید کارای اینو. بعد از اینکه لبه‌هاش رو فکر کردم، از یک رنگ نود برمی‌دارم. رنگ نودم که میدونید رنگ‌های بیس و پایه است یا همون رنگ‌هایی که به پوست نزدیک هستن. شروع کنم لبه‌های کارم رو سایه بذاریم. اگر قرار باشه که سایه عروسکتون صورتی باشه، این خط زیرتون باید بنفش باشه. خوش کردنش هم از رنگ بادمجونی استفاده کنید. سعی کنید هارمونی و طیف رنگا رو حتما رعایت کنید.
تیرگی که زیر چشمش دارم میندازم تا قسمت عنویه چشم، اون دایره چشم بیشتر جلو نیاد، یعنی از اون جلوتر نباید بیاد تا اون میتونه جلو بیاد. بقیهش دیگه رنگ نیست، فیده. خب خط زیر چشم و خط سایتون نباید بیشتر از عرض ابروتون بیرون بزنه. یعنی دیگه به اینجا که ابرو تموم شده، حالا شما در نظر بگید بعضی ابروش کوتاه‌تر می‌خواید بکشید، مثلا که من تا اینجا ابرو می‌کشم، تا اونجا بیشتر دیگه جلوتر نمیرم. خب میریم قسمت بالاش، این از زیرش. از یه بیس چرب استفاده میکنم و سایم رو طراحی میکنم. روی قلم روشن از یه بیس چرب روشن استفاده میکنم و سایم رو طراحی میکنم. من دوست دارم سایه عروسکی حالت گربه‌ای داشته باشه، به صورت گربه‌ای کشیده باشه. میخوام چشمشو کشیده کنم. از اینجا شروع میکنم، خطم رو میندازم به ابتدای چشمش بس میکنم. چرا از پولاد چرب استفاده کردی؟ زیرساز. من میخوام خطم مشخص باشه. من بچه میخوام خطم مشخص، ببخشید میگم بچه ها از صمیمیت، میخوام خطم مشخص باشه و اگر قرار باشه الان با خود سایه این کار رو بکنم، نمیتونم خطم رو نگه دارم، چون نمیخوام که یه سایه فید عروسکی بزنم، میخوام یه سایه گربه‌ای عروسکی بزنم. فرق داره با هم. سایه عروسکی گفتم سطحش متفاوته، فید داره، گربه‌ای داره، رنگش روشن باشه عروس طور میشه، رنگش تیره باشه عربی میشه. فرق داره با هم دیگه. این چیزی که الان مد نظر منه یه سایه گربه‌ای خطی طوره، یعنی خطمو میخوام حفظ کنم که زیبایی سایه‌ام بیشتر باشه. من تو ورکشاپ 2 هفته پیش برای بچه‌ها فیدش رو زدم. بعد همه گفتن کاش که استاد بهمون خطش رو میگفتی، دیده بودم تو پیجمون و اینا. دیگه گفتم حالا این سری براتون خطش رو بگم که خشکش نمی کنم، این برامو میندازم. چرا خشکش نمی کنم این برام میندازم؟ برای اینکه میتونم جفتش کنم. اگر خشکش کنم جفت کردنش سخت میشه، ممکنه یه خط کوچولو این بره بالا این بره پایین، بعد دیگه دردسر میشه. سعی میکنم اینی که اینه اون یکی طراحی کنم، بعد جفتشو با هم خوش میکنم. نگاه میکنم ببینم چقدر از این خط رفتم بالا، حدودی از همون اندازه شروع میکنم طراحیم رو انجام میدم. حالا اگه یکیش یه ذره بالاتر رفت اشکالی نداره، چون دارید با چپ کار میکنید خیلی راحت میتونید جفتش کنید. با یه بیس چربتون بچه‌ها چربیش باید کنترل شده باشه. شما میتونید از پالت‌های رژ، پالت‌های کانتور یا کانفلاژ ها استفاده کنید با یه قلم تمیز سرتق. اندازه این که این روشنی رو تا کجا بندازین
باید 100% از خط کریستون یه کوچولو بالاتر باشه که اگه چشمش رو باز کرد سایه پخش نشه به چشم بالاش بخوره. بهش میگیم بالا رو نگاه کنه. بالای بالا بره. ببینین الان اینجا رو خطش افتاد. پس سر هم خط کریسش میرم. اگه دیدین که موقعی که دارین میکشین خطتون صاف در نمیاد، پوست رو بکشین. بعد از اینکه اطمینان حاصل کردم که با هم جفتن، شروع میکنم به صورت پرسی با یه سایه پودری منسجم شده خشکش میکنم. من در جهت طور که دارم عروس کار میکنم بچه ها با رنگ روشن خشکش میکنم. من از این رنگ استفاده میکنم. یه رنگ پوست. میتونید با سفیدم خوش کنید ولی چون من میخوام سایه‌اش رو نود کار کنم و رنگ پوست استفاده کنم. به صورت فرنسی خشکش میکنم. بچه‌ها وقتی که اینو خشک کردین و بالاشو زدین، اگه دوست داشته باشین میتونین داخلش رو شاین کنین. اگه نهان میتونین بی رنگ بذارین بمونه، بدون شاین، با رنگ فقط باشه، بدون شاین باشه، مات باشه. الان شاین کنیم یا مات باشه؟ شاین. باید شاین باشه. این یه شاین خیلی خوب و جذاب. چه رنگی دوست دارین؟ نود خوبه؟ یه انتخابش باشه. من خودم برای عروس یا بیج کار میکنم یا نود. الان نود رو بورسه، تا پارسال بیج میزدن، همه بیج میزدن، الان نود میزنن. نود هایلایتی میزنن، خیلی قشنگ میشه. قشنگ خشکش کنم. بچه این سایه کریس نیست ها. سایه کریس قشنگ خطش باید کاتش مرتب و تمیز بیفته. این درسته که من دارم میگم دارم خطی کار میکنم، خب فقط خطش کوچولو مشخص باشه ولی لبه های خطش کامل فیده. سایه کریس خطش کات صافه، این نه.
به صورت پرسی خشکش میکنم، از خطم هم بیرون نمیزنم. سایه ترند خیلی زیباه، برای عروسا به کار میره، برای مشتریاتون هم میتونید به کار ببرید. اگر رنگ تیره تر استفاده کنید سایه عربی ژورنالی طور حساب میشه. شاینی که روش میزنید میتونید همرنگ باشه، میتونه روشن‌تر باشه، میتونه تیره تر باشه. اگه تیره تر باشه سایه‌اش میشه عربی، اگه نه همرنگ باشه نوده، اگرم روشن‌تر باشه که خب شروع کنم شاینشو میذارم. مهم نیست نوع چشمش چی باشه. ببین من میخوام چشمشو کشیده کنم. خب اگه چشمش پفدار باشه تیرگی بالا رو تیره تر میکنیم، از نود تیره تر کار میکنیم. اگه چشمش نرمال باشه همون رنگای روشن و رنگ نود کفایت میکنه. برای کشیده کردن چشمشم که گفتم حالت گربه‌ای رو انتخاب کردم، فید رو انتخاب نکردم. اگه چشمش خیلی درشت و از این برجسته ها بود فید انتخاب کردم. خب من شروع میکنم با یه قلم منسجم بهش میگم باز نکنه، یه لایه نازک از چسب نیکسم پشت چشمش کار میکنم. چه زمانی بعد میندازه شاید؟ بچه یه دونه چیز بیاریم. من فکر کردم این در این چی گفتی عزیزم؟ چه زمانی موقعی که شاین پشت چشم کار میکنید رد میندازه؟ زمانی رد میندازه که شما چسب نیکستون رو وقتی که با قلم زدین تموم شد با دستتون ضربه نزنید. چسب نیکستون اگر لایه ضخیم داشته باشه، چسب نیکستون رو بعد از اینکه با قلم گذاشتین ببینیم بچه‌ها، بعد از اینکه با قلم گذاشتم با دستم باید اضافه هاشو یه کوچولو بگیرم. بچه‌ها باید به صورت پرسی بذارید، اصلا کششی کار نکنید.
چشمش رو زدم میرم سر اون یکی چشمش. اضافاتش رو با دستم میگیرم و شروع میکنم به شاین گذاری. شاینی که میخواید بذارید حتما دستتون رو بتکونید که اضافهش رو پوستش نریزه. اضافاتش رو برمی‌دارم. چک میکنم جایش جا نمونده باشه. بعد شروع کنم سایه‌ای که میخواستم بذارم بالای چشمم رو کار میکنم. قرار شد از رنگ نود کار کنیم. خب سایه‌مو میذارم به انتهای خط پایین وصلش میکنم. بعد با یه قلم که یه خورده توپل‌تره فیدش میکنم. باز کن.
حالا این برای صورتش رو میزنم. اول از یه رنگ نود استفاده کردم، بعد یه کوچولو از یه رنگ تیره تر نزدیک به شاینم کار کردم. لبای کارم هم فکر میکنم که سایه هم با هم دیگه درست باشن. لحاظ جلو اومدن باید با هم دیگه یه اندازه باشن. خب بعد میریم سر خط چشمش. یعنی سبک عروسکی. سبک عروسکی. میتونید اینجا رو روشن کنید. الان نود مده. میتونید اینجا رو نقره‌ای کار کنید، میتونید طلایی بهش کار کنید، میتونید سفید کار کنید. ولی من مثلا تو نود کار کردم چون الان این رو بوسته. الان برای عروسا این میزنم. بهش میگیم بالا رو نگاه کنید. خط زیر تیرگی چشمش رو این گوشه که گوده رو باید تیره کنید. آتنا جان یه زمین اینجا رو مرتب کنید. از یه قلم خیلی ظریف بردارم. الان روی همون خطی که زیر چشم کشیده بودید سایه زیر در داره میزنید؟ دقیقا. اول قهوه‌ای زدم بعد میشه. ببینید قشنگ اینجا این گودیه. اینو باید تیره کنم. تا پایین هم نه ها، لبه خط رو باید. وقتی دارید با رنگ تیره کار میکنید حتما ضرب سایه‌شون رو بگیرید که نریزه رو پوستتون. قلمتون باید رو به صورت کاملا عمود باشه که خطتون ظریف باشه. بچه‌ها باید مراقب باشید داخل خط سفیدتون نرید. خب برای این رنگ سایه ما از خط چشم مشکی نباید استفاده کنیم. ما از خط چشم رنگ مثلا رنگی استفاده کنیم، مثلا زرشکی. اینطوری الان مثلا بیشتر سایه ها ترند شده که مشکی نیست. فقط چطوری ما یه همچین کاری کنیم؟ اول بچه‌ها مشکی میکشیم، بعد با رنگ سایه زرشکی فیدش میکنیم. همه یه خط چشمای رنگی این کارو میکنیم. ببین الان مثلا یور خودش خب خط چشم رنگی هم زده. الان مثلا من دارم مثلا مشکی رو استفاده میکنم، خط چشم رنگی داده، قهوه‌ای زده، چیز زده. ولی اگر قرار باشه که از هم رنگی استفاده کنی اون ماندگاری رو نداره. بعد از چند ساعت انگار که مثلا
حالا با یه خورده گرده های سایه بالا مخلوط میشه، انگار کثیف میشه، زیرساز انگار نداره. بعد نمیخوایم که خط چشمون خیلی خطی باشه، الان اصلا مد نیست. الان بورسه که خط چشم‌ها انتهاش فید باشه. بعد چیکار کنی فیدش کنی؟ با سایه باید فیدش کنی، با سایه رنگی فیدش میکنی، چیکاریه دیگه؟ راحت‌تره که از عینک من می‌بینی. خب برای کشیدن خط چشم اول بدنه خط چشم رو میکشم، بعد انتهای خط چشم رو میکشم. با دو دستم خط ابروهاشو بالا میکشم و شروع میکنم به کشیدن خط چشم. خاطر اینکه خط صافی در بیارم باید یه خورده کشش داشته باشم. خط چشمم، قلمم باید روی چشمش کاملا عمود باشه. مثلا نمیخوام خط ناصافی در بیاریم. از بنش رو موجش شروع میکنم میکشم. میرسی کنم تمیزه؟ الان چک. یه خط بن موجش انداختم، این طرف هم رو میندازم، بعد موجش رو میذارم. چرا؟ برای اینکه من میخوام انتهای موجش 1 میل با موجه خودش فاصله داشته باشه. باید بین این دوتا حتما تیره باشه. بعدش سخته بخوای لای موجه رو بلند کنی تیره کنی. از ابتدا یه خط میندازی، تیرگی رو داری. من نگاه کن، پایین نگاه کن. رو صندلی نشینید. پایین. خب ریمل میزنم. موجهش رو قبل از اینکه بچسبونم از چشمش اندازه میکنم. موجه نباید حتی 1 میل از چشمش بیرون بزنه. موجه باید اندازه موجای خودش باشه. اگه قرار شد براش موجهاشو کشیده کنید، میتونید یه لایه بالای اون کار کنید. لایه اولیه موجه شما باید اندازه موجای خودش باشه. اگه دیدید اضافه تره و موجه چشم خودش بزرگتره، از انتها میتونید کم کنید. آره؟ خب باز کن. ببین
ببینم اندازه چشمش چسب میزنیم و موزه روی چشمش میزنیم. چرا زمانی که موژه رو گذاشتیم بعدا ریمل نزدید که با هم دیگه ترکیب بشن با موژه مصنوعی؟ میزنیم ولی من ریمل نمیزنم. من یه سری ریمل اولش میزنم، بعد از اینکه موژه رو گذاشتم با خط چشم ژلی. چسبای بیرنگ از کجا بفهمید اصلا یا فیک؟ من خیلی فکر نداره. سانکو یا برنگ؟ سانکو هم خوبه. سانکو هم خیلی برنده ولی اپل فکر نداشته. یکم میزن خوش رو بگیره. اگر از سایه های خیلی پرکار کار کردید که ریخت روی موژه ها، قبلش موژه ها رو بهش بگیم بالا رو نگاه کنه، بعد دستتون رو بذارید اینجا، بعد بگید پایین نگاه کنه. پایین که نگاه کرد با یه براش با یه دونه خط چشم ژله‌ای شروع کنید تمیزش کنید. این سفیدی ها همشون گرفته بشه. همچنین خیلی از اون سایه مثلا پودری های خیلی پرکار استفاده نکردیم احتیاجی نبود. ببینم این موژه ها رو باید روی خودت با موژه بذاریم یا بالاتر باید باشه موژهش؟ ابتدای موژه رو بون موژه است. من نگاه کن انتهای موژه یه میل بالاتره. خب سایه داره قشنگ میچسبه در نمیاد؟ نه میچسب پایین. اگه چسبتون چسب خوبی باشه میچسب. فقط انتهاشو ها مثلا یه کوچولو اینقدر مونده به انتهاش یه ذره بالاتر میچسب. به حالت چشمش به سمت بالا بره. بازم بعد لای موژه خودش رو با موژه مصنوعی رو یه کوچولو به اندازه یه هوا چسب بزن. بهش میگیم بالا نگاه کنه، میبنده. وقتی بست موژه خودش به موژه مصنوعی میچسبه. بالا ببین بالا قشنگ چسبید. بعد دیگه ریمل استفاده نمی کنم چون ریمل پخش داره، خطرناکه. به این مرحله از سایه رسیدی، ریملتون حالا اگه حتما خواستید ریمل بزنید ریملتون رو با قلم بزنید یا از خط ژله مشکی که خیلی مشکیه قشنگ با قلم جایی که میخواید تیره کنید. خیلی خوشگل میشه. خب الان هر جایی هم موژه‌اش که فکر میکنم که باید فیکس بشه رو فیکس میکنم و موژه‌اش رو تا خشک نشده شروع میکنم به حالت دادن. من نگاه کن. خب میریم سر موژه بعدش. مثلا سه خط چشم زیر چشمشو چرا داریم؟ نمیشه یه خط قرصی که زیر خط چشم من نمیخواد به سمت بالا به چشمش حالت بگیره. مستقیم همون کار نمیشه کرد یه یعنی خط چی؟ صاف بشه این خط اینجوری مستقیم. اون برای این سایه نیست. اون خط صافا مال سایه های ژورنالیه. این سایه فرق میکنه. این سایه عروسکیه. سایه عروسکی من میخوام چشمشو گلوله کنم. باید برسیم.
اگه بخوام که مثلا خب ژورنالیسم مثلا تهشو باز نگه میدارم، یه صاف میکشم تهشو باز نگه میدارم، نمیارم به این وصف کنم مثل گربه بره بالا که میخوام چشمو کشیده کنم. الان چرا من این سایه انتخاب کردم؟ برای اینکه الان 90% تو این سایه ها اینه. ببینم اول چشم اندازم الان 90% سایه ها اینه برای عروسا رنگاش متفاوته. عروسا معمولا اسماکی کار کنی یا عروسکی؟ عروسکی هست. اون چیزی که شما داریم میگی تهش باید باز باشه، خط تهی صاف باشه، یعنی به خط بالا نمیچسبه، یه خط سفید وسطش میفته که مثلا چشم بزرگتر و درشتر نشون بده. عروسکی یعنی چشمت به حالت عروسکی بود که عروسکان چشمشون رو رفته بالا. سه عروسک حالا میتونه رنگاش با هم فرق داشته. یه مدل داشتیم 2-3 روز پیش موجه اکستنشن داشت، چه چالشی بود. موجه اکستنشنش هم خیلی از این چین بود، از این صافا. خواستیم روش موجه بچسبیم، آخر من مجبور شدم کل موجه‌های خودش رو از رو چسبیدم که این بچسبه بهش بکشه بالا. نمیشد که مثلا موجه نذاری چون تک و توکم افتاده و خیلی بد شده. ببینم بچه‌ها موژه رو وقتی میخواید بذارید به صورت عمود بذارید، به صورت خوابیده نذارید، چشم افتاده نکنید. ببینم ببینم بالا بالا. خب بچه‌ها اگه خواستین میتونید بعد یه تیکه موژه ادامهش بالا بچسبونید جداگانه که چشمش کشیده بشه. گرفت من بعد از یه مدت ژله‌ای هم این گرفت. ببین ژله‌ای اسم یه برنده، خب یک محصوله. حالا این محصول
میتونه مثلا از شرکت های مختلفی باشه. اینگلود یه شرکته، یون یه شرکته، ولی کلا ژله‌ای یعنی حالت ژله‌ای طور داره، حالت چیز نداره، مثل خط چشمای مایع نیست، یا مثل خط چشمای مثلا جامد آکوا که با آب ترکیب میشن نیست. بعد ژله‌ای ها ضد آبن کلا. جان سخته کشیدنش. سخت که باید تمرین کنید دیگه. واسه اینگلود من چربیش از این سیاهی جدا شده. اون یعنی اکسپایر شده. قطره اینگلود ریختی توش؟ نه. یه قطره هایی هست اسمش قطره احیای، برای لوازمایی که چربی خودشون از دست دادن استفاده میشه. مارک اینگلود هم یه دونه قطره اومده زده. آتنا بیا این قطره اینگلود نامشش از این بریزین توش درست میشه. مالکی خراب شده بود با شما از این بریز توش درست میشه. هیچ پیدا نمی‌کنم. از اینجا بزنین خط چشم ادامه خط چشمشو با چشم باز برش میکشم. میگم رو به روی نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. از اینجا قشنگ میتونم تشخیص بدم که خطش کجاست. به من بعد از اینکه بست وصلش میکنی؟ آره است. برای این مدل سایه باید بست. سایه عروسکی انتهاش بسته است. حاله ابروشون سیاهه. چیزی؟ پایین نمیشن.